جلسه نهم از جوابیه شبهات ملحدین. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این قسمت هم قراره نسبت به یک شبهه‌ای که توسط ملحدین در جامعه اسلامی القا شده به نسبت بحث مختصر و مفیدی داشته باشیم. سوال اینه که آیا اون اشخاصی که در کشورهای کفر به دنیا آمدن، اشخاصی که در خانواده های کافر به دنیا آمدن، اونا چه گناهی کردن که فردای قیامت الله متعال از چنین اشخاصی بازخواست بکنه؟ اولا به نسبت یک موضوع من خیال شما راحت بکنم. اگر در جهانی که ما امروزه دارن زندگی میکنیم که اسمشو گذاشتن دهکده جهانی، با این وجود رسانه های مسائل ارتباطی و اینو، اگر چنان کشوری یا چنان روستایی پیدا بشه که هرگز به هیچ عنوان دعوت اسلام به اونها نرسیده، اصلا دعوت هیچ دینی اصلا به اونجا نرسیده، یا قبلا مسیحی بودن، یهودی بودن و بعدها اونا در چنین مکانی زندگی کردن که اصلا دعوت اسلام به اونها به هیچ عنوان نرسیده، این چنین اشخاصی ملزم و مکلف به ایمان آوردن به اسلام نیستند، چرا که به اونا دعوت نرسیده. اگر چنان اشخاصی در جهان انسانی امروزی پیدا بشه، بله این اشخاص از ایمان آوردن، از بحث ایمان آوردن این مسائل کلن مکلف نیستن. این یک بحث. میماند دو تا بحث دیگه. اشخاصی که در خانواده های کفر به دنیا میان و اشخاصی که در خانواده های مسلمان به دنیا میان. اینجا دو موضوع هست، یکی عدل الهی و دیگری فضل الهی. اون اشخاصی که در خانواده های مسلمان به دنیا آمدن و از بد به کودکی با نماز و قرآن و اسلام و اذان و مسجد و جماعت این موارد آشنا شدن، این اشخاص در فضل خداوند متعال داخلند. الله متعال به فضلش در چین خانواده هایی به دنیا آورده. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اما اون اشخاصی که در خانواده های کفر به دنیا آمدن و در خانواده های کافر به دنیا آمدن و در محیط کافر به دنیا آمدن، الله متعال نسبت به چنین اشخاصی هم ظلم نکرده، اونا در عدل الهی داخلن. الله متعال به اونا عقل داده، قوه تفکر داده، قوه انتخاب داده، دعوت اسلام به اونها رسیده. همون مسیحی ها، همون یهودی ها، یا همون اشخاصی که کلن بیدین بودن، ملحد بودن، به چنین اشخاصی بعد از رسیدن دعوت، چون که الله متعال برای انتخاب کدام موردی به نسبت اونها یعنی هر چی که لازم بوده داده، پس چنین اشخاصی الله متعال به اونها ظلم نکرده و این اشخاص در عدل الهی داخله. حالا لازم هم نیست که هر کسی در خانواده مسلمان زندگی بکنه این باید حتما مسلمان از دنیا بره و حتما هم باید جنتی باشه. به نسبت این مسئله که محیط زندگی ما و محیط خانواده ما و محیط روستای ما و جامعه ما تأثیرگذار در تشکیل شخصیت های ما هست، در این که شکی وجود نداره. اما لازم هم نیست که چون فلان شخص و فلانی مثلا در کشور مسلمان به دنیا آمده، او باید مسلمان هم حتما زندگی بکنه و حتما باید از دنیا مسلمان هم بره. همچین مسئله هم وجود نداره. نبی خدا اسلام در حدیثی فرمودن که انسان ها 4 گروه هستند. خوب دقت بکنید. انسان هایی که کافر به دنیا میان، کافر هم از دنیا میرن. انسان هایی که مسلمان به دنیا میان و مسلمان هم از دنیا میرن. انسان هایی که کافر به دنیا میان و مسلمان از دنیا میرن، همین چیزی که امروز میبینیم خیلی مسلمان دارن میشن. و چهارمی خطرناکه، انسان هایی که مسلمان به دنیا میان و کافر از دنیا میرن. اتفاقا همین بحث الحاد این مسائل در کشورهایی که به نام اسلام یعنی بیشتر در میان اینها مشهوده. چرا؟ چون که از ما اشخاص مولوی ما مستا و شیخ اینها خیلی بد عملی ها دیدن و اینو به حساب اسلام گذاشتن و از اسلام روی گردان شدن. متوجه این نبودن که در هر صنفی قلابی هم وجود داره و لازم نیست که کدام شخصی خرابکاری بکنه اینو به حساب همه بگذارن. حالا من از بحث خارج نشم. لذا دوستان همینه، اگر من شما مسلمان که در خانواده مسلمان به دنیا آمدیم، این فضل الهی هست و اگر ما قدردان این فضل الهی نباشیم،
الله متعال در قرآن فرمودن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پایین ترین طبقه جهنم اون اشخاصی که در خانواده های مسلمان زندگی کردن یا قبل از مردن در این دنیا مسلمان شدن و قدر این دین را ندانستن و ناقدری کردن و ناشکری کردن و مطابق قرآن سنت زندگی نکرده و از این دنیا بدون ایمان از دنیا رفتن، اون اشخاص فردای قیامت در پایین ترین طبقه جهنم، یعنی پایین تر از یهودی ها و مسیحی ها و زرتشتی ها و ماتریالیست ها و حتی هم بت پرستان که در مکه و حتی در همین حال وجود دارن، بدتر از اونها خواهند بود. لازم نیست ما چون من در خانواده مسلمان به دنیا آمدم حتما باید از دنیا مسلمان هم به دنیا بروم. و ما اون اشخاصی که در خانه های کفر به دنیا آمدن بعد از رسیدن دعوت اسلام به چین اشخاصی، بله اون اشخاص ملزم به ایمان آوردن هستن که باید ایمان بیاورن. و باز یک پرانتز دیگر هم وسط باز بکنم براتون، اون اشخاصی که در خانواده های کفر به دنیا آمدن و در مملکت کافر به دنیا آمدن و در این بین قبل از رسیدن به سن بلوغ و تکلیف برای ایمان آوردن، تکلیف نمازی نه که 12 سال باشه، نه عقل مثلا رسیدن بلوغ عقلی و فکری تقریبا 15 سال 18 سال و بعضا بالاتر از این هم معیار قرار دادن. اگر قبل از رسیدن به بلوغ فکری و عقلی برای ایمان آوردن چین اشخاصی از دنیا بروند، باز چین اشخاصی مکلف به ایمان آوردن به اسلام نبودن، چرا که عاقل بالغ نبودن. اینها هم کلا معاف هستن و انشالله فردای قیامت خدمتگزار اهل جنت خواهند بود. اما ما اون اشخاصی که عقل فکرشون بالغ شده و در کشورهای کفر دارن زندگی میکنن و دعوت اسلام به اونها رسیده، این اشخاص ملزم به ایمان آوردن هستن. همچنین که امروز ما میبینیم خیلی از انسانهایی که در کشورهای مسلمان زندگی میکنن دارن راه الحاد را در پیش میگیرن و خیلی هم ملحد شدن. حتی من چند وقت پیش در یک فصلنامه ای بود خواندم که 200 کلیسای خانگی در همین مشهد یافته شده. 200 کلیسای خانگی و در میان خود ما ترکمن ها هم هستن اشخاصی که اصلا از دین و دیانت در خانواده مسلمان به دنیا آمدن ولی کلا از دین و اسلام و قرآن از همه چی بیزار شدن. هستن چنین اشخاصی. و همینطور که لازم نیست کسی که در مملکت مسلمان به دنیا بیاد حتما راه اسلام را در پیش بگیره و حتما باید چنین واقع بشه، اون اشخاصی هم که در کشورهای کفر و در خانواده کافر به دنیا آمدن لازم نیست که اونها حتما باید کافر از دنیا برن. همچنین که امروزه اسلام خواهی و قبول دین اسلام در کل جهان به صورت عمومی خیلی فراگیر شده الحمدلله و المنه و همون اشخاصی که در کشورهای کفر به دنیا آمدن دارن گروه مسلمان میشن. لذا امیدوارم که بنده تونسته باشم از تفهیم مسئله به نسبت شما عزیزان بر بیام که بله ما را الله متعال در فضل خودش داخل کرده و کفار در عدل الهی داخلن. اون اشخاصی که در خانواده کفر به دنیا میان قبل از رسیدن به سن بلوغ عقلی، قبل از رسیدن به سن تکلیف اسلامی اگر از دنیا برن، اونا باز مکلف به ایمان آوردن نبودن که چون که عاقل بالغ نشدن. اون اشخاصی که در چنان جای زندگی میکنن که دعوت به اسلام به اونها اصلا نرسیده، این چنین اشخاصی هم ملزم به ایمان آوردن شرعی نیستن. و اون اشخاصی هم که در خانواده مسلمان به دنیا آمدن، بله تأثیر جامعه در شخصیت انسان خیلی اثر داره ولی این هم لازم نیست که چنین شخصی حتما جنتی بشه و از این دنیا هم با ایمان بره. الله متعال به همه ما توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.